سوال همین خیلی است که یا تقریبا 7 ماه می شود زندگیم را اویله دار شدم. 20 ساله هستم استاد. یا 4 ماه در تاجیکستان بودم. همین خیلی یا 4 بار می شود که زنم همین خیلی قهر میکند، خانه پدرش می رود، زندگی نمی کند، جواب مرا بیده، دارو می خورد، خودکشی می کند. یک بار خودکشی کردم، خیلی خیلی گرفتم، مقصد نمودمش. همین خیلی 3 ماه می شود در روسیه هستم. و دو بار دیگر همین خیلی پرابلم کرد. اخیران بار همین هفته پیش همین خیلی کرد استاد که مقصد همین خیلی قهر کرد که من زندگی نمیکنم، همین خیلی پر اومد رفت. انا پدر و مادرم قبولش ندارم، مقصد که میگویند که زنی تو دیگه مده معقول نیست، زن تو طلاق ده. من شوهر او ما بخشیدمش. من میگم که مقصد در خانه راهش بتین تا ما اومدن با یک فکر میکنیم. مقصد همه خیلی راه ندادنش. اومد بخشش پرسید، پشیمون شد که مقصد زندگی میکنه، خطا کردن، در اثر عصبانیت بود سرش کردن در خانه پدرش 3 هفته می شود. و مرا و مادرم میگوید که اگر زن رو سر ندهی تو فرزند من نیستی دیگه، عاقت کردم شیر منو میبخشمد. مقصد دعای بد میکند در حق من، در حق زنم. اگر که با زن زندگی کنید دیگر خانه من نیا. این خیلی سخن استاد. من در همین حالت چیکار کنم؟ بعضی علما رحمت الله علیهم واقعا ذکر کردند که اگر پدر و مادر طلاق ده گفته فرمان دهد اطاعت کرده می شود گفتیم، چون که الله تعالی و بالوالدین احسانا و پدر و مادر نیکی کنید. از جمله نیکی کردن اطاعت کردن فرمان های آنها هست، مادامی که به فرمان الله تعالی مخالفت نکنند. و وقتی که بعضی علما پرسیده شدند که پدرم مرا امر میکند که همسرم را طلاق دهم، گفتند که آیا در تمام فرمانهای پدرت اطاعت کردی؟ یعنی هر یک فرمان پدرت را اگر اجرا کرده باشی اینش هم اجرا کن گفتند، تا اینکه یک بنده باشی که در پیشگاه الله تعالی چی کار کردی در دنیا؟ گفتم هر چیزی که پدر فرمان داد همش را اجرا کردم. یعنی بارم بوالدیه، و نزد الله تعالی اطاعتکار پدر و مادر، نیکوکار پدر و مادر رفت است. در دنیا چیکار کردی؟ و پدر و مادرم نیکوکار بودم، هر فرمانی که دادن یعنی که مادامی که گناه نباشد اطاعت کردم. این یک. دویمش به هر حال پدر و مادر وقتی که فرمان میدهند خوب گوید و یک بار نیم نگوید، خوب گوید و از نگاه شریعت آموخته برایید. یعنی آیا با این زن زندگی کردنتان خوب است یا نه؟ سبب خودکشی کردنش چیست مثلا؟ و کدام خاطر این کار را کرده است؟ و کدام خاطر طلاق طلب میکند؟ طلاق طلب کردن این گناهی کبیره هست. بدون گناه بی سبب اگر زن طلاق طلب کند این گناهی کبیره هست. برای چی کبیره؟ برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لم یریح رائحة الجنه، بوی جنت را نمیبیند. گفتند کسی اگر طلاق طلب کند بدون بأس، یگان گناه نکرده شوهر، زن اگر طلاق طلب کند بوی جنت را نمیبیند. و بوی جنت را ندیدن یعنی نچشیدن، این وعده به عذاب است، یعنی که در دوزخ است. چون که بوی جنت از مسافه 40 ساله را 70 ساله را در بعضی روایت‌ها می‌بیاید به مشام، و این بوی بهشت را اقلا نمی‌چشیده باشد، این خیلی از جنت دور است. و یکی از تعریف‌های گناه کبیره این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم صاحبش را به دوزخ وعده کرده باشد یا از جنت محروم کرده باشد. کدام زنی که از شوهرش بدون گناهی شوهرش طلاق طلب میکنه او بوی بهشت را نمیبیند. بنابراین طلب کردن طلاقش گناهی کبیره، خودکشیش گناهی کبیره، اطاعت نکردن شوهر این گناه
این گناه ها سببش چیه؟ این سبب هاش می آموزید، پدر و مادر نزدیکانش میفهمانید، نصیحت میکنید، از جانب شما یک آدم، از جانب آنها یک آدم آمده نصیحت میکنه و مهلت داده میشد. یک باره طلاق داده نمیشد. برادرای عزیز، خودش میبینید در جامعه طلاق به نهایت به اوج عالی رسیده است که در زمانهای قدیم خیلی نبود. در زمانهای قدیم طلاق، حتی همین 50 سال پیشتر، طلاق این بسیار نادر بود. نادر، کم یافت در یک محله یک نفر ممکن طلاق دهد. این خیلی چیز نبود. یعنی همین زنه که گرفتی تمام با همین تا آخر عمر زندگی میکنی، با همین مقصد میگرفتن. و این زیاد شوی طلاق نادرست است و این شیطان ها را به خرسندی می آورد. و حتی وقتی که ابلیس در بعضی حدیث ها آمده است که شیطان ها را می پرسد که شما چیکار کردید؟ اونا گناه های خود را ذکر میکنن. ما مردم را وسوسه کردیم، به این گناه تیله دادیم، به اون گناه وسوسه کردیم. یکی از آنها میگوید که من 2 عائله را جدا کردم. یعنی مهنت کردم بین آنها جنگ انداختم، جدایی انداختم، وسوسه کردم، بالاخره آنها جدا شدن. گفت ابلیس تاجی خود را از سرش گرفته به سر همون شیطان میپوشانید است که تو کار کردی. گفته برای اینکه عائله که ویران شد، همه گناه ها خودش شدن میگیرد، دیگر گناه ها شدن میگیرد. بنابراین برادرای عزیز، برای مستحکم کردن عائله کوشید، برای طلاق سراسیمه نشوید، برای جدایی سراسیمه نشوید. بعد روایت گفته میگردید در مدر خوار و ذلیل شده و بعد این با فتواهای بی اساس به تکیه کرده، زنی که برای شما حرام گشته است و نکاح کرده میگیرید و زندگی میکنه، در زندگی به برکه نمییابید. حالا بعد آدما شکایت میکنن یا مراجعت میکنن 20 بار 30 بار طلاق دادیم، 20 بار 30 بار نکاح کردیم، با میخواد زندگی دارن، در زندگی یگان خیر و برکه نیست. بنابراین در طلاق سراسیمه نشوید. یعنی حالی شما یک باره قرار قبول نکنید در این مسئله. اولش این که ما بارها در دیگر صحبت ها میگوییم که یک عمر شوهر و همسر از همدیگر جدا زندگی نکنید. بگذار زندگی کمتون مشقت دارد، کمتر وزنینی داشته باشدم، زن و شوهر باید در یک جا زندگی کنید. درست است مثال در مهاجرت وزنین است، ولی زن در دیگر جا، شوهر در دیگر جا، این هم وزنین است و این ضررهای جدی دارد. ضررهای دارد که دیگر برطرف کرده نمیشد. بنابراین این چیزها هم به نظر گرفت. زن گرفته به نزد پدر و مادر پرتافته آمدن هم اینقدر کار خوب نیست و یک عمر اونجا بین خوشدامن‌های و کلیندها میدانید قصاص و ظلم و این چیزها بسیار است. خوشدامن‌هایی که از خوشدامناشون در وقتش ظلم دیدگیان، همین میخواهم برارن به واسطه کلیندها. ما در وقتش خوشدامنامون ما رو این خیلی عذاب میداد، ما اطاعت میکردیم، تو هم باید ما رو اطاعت کنی. گویم چرا از حد و حدود عذاب میدهند و بعضی کلیندهای حاضر هم خوشدامنها رو احترام نمیکنن. این کارا همش نادرست است برادر. و هر حال سراسیمه نشوید برادر. الله المستعان.